سلام، وقتتون بخیر. میخوام در مورد این تصویر باهاتون صحبت کنم. ممکنه که نوزادانی به دنیا بیان که دارای سر بسیار بزرگی باشن که به اصطلاح بهش بگن سر گولاسا یا به اصطلاح پزشکی بهش میگن هیدروسفالی. اما هیدروسفالی یعنی چی؟ ما در مغزمون مایع نخاعی ترشح میشه. وقتی که مسیر این مایع بسته میشه، این مایع در بطن‌های مغزمون تجمع پیدا میکنه و باعث میشه که ابعاد مغزمون رفته بزرگتر میشه. نوزاد ممکنه که دچار فلج مغزی، دچار اسپاسم عضلانی، دچار اختلالات شنوایی، اختلالات بینایی مثل لوچی چشم، ممکنه دچار سر بشه، استفراغ داشته باشه، ممکنه دچار اختلالات یادگیری و شناختی بشه، دیرتر راه بره، دیرتر صحبت کنه، دچار کم توانی ذهنی بشه. اما چه اتفاقی میفته و چه راهکارهایی پیشنهاد میدن؟ برای خارج کردن مایع موجود در مغز لوله گذاری میکنن و از طریق لوله گذاری اون مایعی که تجمع شده رو بیرون میکشن، اما نمیتونه آسیبی که به مغز وارد شده رو جبران کنه. برای جلوگیری از این اتفاق من راهکارهایی رو در کپشن نوشتم، امیدوارم که مطالعه کنید. خیلی ممنون از توجه شما. سلام، وقتتون بخیر. میخوام در مورد این تصویر باهاتون صحبت کنم. ممکنه که نوزادانی به دنیا بیان که دارای سر بسیار بزرگی باشن که به اصطلاح بهش بگن سر گولاسا یا به اصطلاح پزشکی بهش میگن هیدروسفالی. اما هیدروسفالی یعنی چی؟ ما در مغزمون مایع نخاعی ترشح میشه. وقتی که مسیر این مایع بسته میشه، این مایع در بطن‌های مغزمون تجمع پیدا میکنه و باعث میشه که ابعاد مغزمون رفته بزرگتر میشه. نوزاد ممکنه که دچار فلج مغزی، دچار اسپاسم عضلانی، دچار اختلالات شنوایی، اختلالات بینایی مثل لوچی چشم، ممکنه دچار سر بشه، استفراغ داشته باشه، ممکنه دچار اختلالات یادگیری و شناختی بشه، دیرتر راه بره، دیرتر صحبت کنه، دچار کم توانی ذهنی بشه. اما چه اتفاقی میفته و چه راهکارهایی پیشنهاد میدن؟ برای خارج کردن مایع موجود در مغز لوله گذاری میکنن و از طریق لوله گذاری اون مایعی که تجمع شده رو بیرون میکشن، اما نمیتونه آسیبی که به مغز وارد شده رو جبران کنه.